به نام خداوند بخشنده مهربان. در این بخش میخوایم یه مرور کلی بر روی افعال اسنادی و تمام چیزایی که تا به حال یاد گرفتیم انجام بدیم. افعال اسنادی. گفتیم در زبان کردی جمله های اسنادی به این شکله که اول نهاد، بعد مسند و بعد فعلمون میاد که اینجا فعلمون منظورمون افعال اسنادیه. لیکرا بوین، نهاد، تمام کرد، لیکرا بوین که میشه نهاد، مسند و افعال اسنادی. جملات زبان کردی همیشه اول باید نهاد یا همون فاعلمون بیاد، بعد مسند یا مثلا اگه مفعول داشته باشه جمله مفعول و مسند میاد و در آخر افعال اسنادی، یعنی فعل همیشه در آخر، مثل زبان فارسی. یعنی در زبان فارسی هم نهاد مثلا بعد مفعول یا مسند و بعد افعال اسنادی. در کرمانجی هم در کردی هم به همین شکل، نهاد، تمام کرد، لیکرا بوین. یعنی دقیقاً زبان‌های هند و اروپایی خیلی از لحاظ جمله بندی شبیه همن و کردی و فارسی در این بخش دقیقاً عین همه. یعنی تقسیم بندی یا بگیم ترتیب نقش کلمات به این شکل: نهاد، مسند یا مفعول و در آخر فعل میاد. این واسه یه جمله ساده است. بعد گفتیم نهاد تو افعال اسنادی میتونه اسم باشه، میتونه جینافک یا ضمیر باشه، میتونه رایک باشه یعنی مصدر باشه، میتونه هوکر یا همون حوالکار یا بهتر بگم قید باشه، یا میتونه یه راوک باشه، مثلا یه ترکیب باشه. این نهادمون. و مسندمون، مسند که قرار میگیره اونم میتونه حوال ناو باشه یعنی صفت باشه، میتونه اسم باشه نافدر، جینافک باشه یا همون ضمیر، میتونه هوکر یا همون قید باشه، میتونه رایک باشه یعنی مصدر باشه، یا راوک همون ترکیب. حالا فرقی نمیکنه ترکیب اضافی یا ترکیب وصفی. این مسندمونه. و فعلا باید افعال اسنادی باشه. افعال اسنادی از چی درست میشن؟ از بون تشکیل میشن. پس در زمان گذشته تبدیل به بوم، بویی، بو اینا میشه. در زمان حال ام، ای، ی، ا، ان و ند میشه. و موقع هم که به آینده بره مثلا ببم، ببی، ببا، ببن، ببن یا دبم، دبی، دبا به این شکل تقسیم شه که اینا رو قشنگ گفتم و الانم روی اونه دوباره یه مرور انجام میدیم. گفتیم نهاد اگه ضمیر باشه، نهادمون اگه ضمیر باشه باید حتما چی باشه؟ چه نوع ضمیری باشه؟ باید جیناف که کسانه ین خورو باشه، یعنی ضمیرهای ساده باشه که به این شکل تلفظ میشه: از، دو، او، ام، هون، او. و در آخر فعل اسنادیمون تبدیل به ام، ای، ا، ان میشه. اگه چی باشه؟ اگه آخر کلمه بی صدا باشه، ولی اگه آخر کلمه صدا دار باشه ما، یی، یا، نه نمیگیره. به اینا میگن جناب که کسانی ین خارو. اینا در نقش نهاد قرار میگیره. میتونه همینا میتونن مسند باشن. مثلا ازم یعنی من هستم، دوی، یا مثلا از اوم یعنی حتی مسندمونم جناب که کسانی ین خارو میاد. خب ادامه میدیم. پس با از ما، با دو ای، یی، با او، یا، ام، ان، نه، هون، ان، نه، او، ان، نه میاد. اینجا مسندمون رو قرار میدیم واسه زمان چه زمانی؟ زمان حال. یعنی میگیم ازم، از چی؟ مثلا من هستم، فارسی اینجوری میشه که من هستم، تو هستی، او است، ما هستیم، شما هستید، آنها هستند. پس از ام یا از ما چی؟ اینجا مسندمون رو قرار میدیم. خب گفتیم اگه آخرش صدادار باشه ما، یی، یا، نه نمیگه. صدادار یعنی این که آخرش آ، ا، ای، او، اوی کوتاه، اوی کشیده. یعنی اگه اینا رو در آخر یک کلمه دیدین، اونو خواستین مسند قرار بدین، باید حتما قرطافن کسانه یا همون شناسه های چسبیده باید به این شکل باشه: ما، یی، یا، نه. خب از ما مستمع، دو ما مستعی، ببخشیدین، دو ما مستعی، او ما مستعی، ام ما مستنع، هون ما مستنع، او ما مستنع. اگه بی صدا باشه یعنی آخرش اینا نباشه، آ، ای، او اینا نباشه، میشه ام، ای، ا، ان. از اندازیارم، دو اندازیاری، او اندازیاره، ام اندازیارن،
هون اندازیارن او اندازیارن. این تو بعضی از لهجات تبدیل به اون میشه، یعنی ه تلفظ نمیشه، میگه اون اندازیارن. اون زیاد مهم نیست، یعنی هون درست تره، ولی بعضی هم مثلا میگه اون، یعنی همونه دیگه، یه چیزه. خب بعد رسیدیم به صفت های نوع اول رو گفتیم، اینا رو دیگه خودتون مرور میکنید. گفتیم که صفت ها به چه شکلی میاد، بچوک، کوچک، مازن، گر. بعد مثال زدیم، مثلا از بچوکم، تو بچوکی او بچوکه، یا اگه مثلا آخرش صدادار باشه، از کوچکم، تو کوچکی او کوچکه، ام کوچکنه، هون کوچکنه او کوچکنه. اینا رو خودتون مرور میکنین. ضعیف بهز خورد. بعد دوباره اونم تو جمله به کار بردیم. خوشک رندی بدو، کرت پیس نرند. یا مثلا کوتی هم میگه، اینو اون موقع یادم رفت، کوتی، گلک کوتیه، یعنی زشته، زیبا نیست، کوتی. بعد پیرگال، جوان قنج خورد. زراو، قلو، زخم. بعد ایشوکار اومدیم کلماتی رو در مورد مشاغل یاد گرفتیم. اندازیار، پرستار، پزشک، آرایشگر، مهندس، گارسون، پلیس، ددانساز. بعد اونا رو دوباره اومدیم تو جمله، مثلا از اندازیارم تو اندازیاری، به همین شکل تا آخر صرفشون کردیم. راننده، آژوان، خواندکار، قطابی، سترامبیج، مالدار، سرتاش یا آرایشگر، رزوان، باخوان، باغچوان، اینا رو بهش میگن. دوباره اونم اومدیم تو جمله، مثلا از قطابی ما، تو قطابی او قطابیه، ام قطابی نه. یا مثلا میگیم از دانش آموزم، تو دانش آموزی او دانش آموزه، ام دانش آموزن، هون دانش آموزن او دانش آموزن. یعنی دانش آموزم تو اصطلاحات مکالمه روزمره گفته میشه توی ایران. حالا شاید مثلا توی ترکیه و توی باشور یا همون کردستان عراق اونجا گفته نشه، اونجا قطابی به کار ببرن. بر اساس اون منطقه یک ذره فرق میکنه. خب اگه زمان چی باشه؟ گذشته باشه، تبدیل به بوم، بوی، بو، بون، بون، بون. یعنی چی میشه؟ اون نه میمونه، اون ما تبدیل به م، این میشه یی، اینجا هیچی نمیاد. بعد سه تا نون، یه بو هم اولش اضافه کنید. اومدیم مشاغل نوع دوم، منشی، سکرتر، وکیل یا همون پاره‌زر، فروشیار، خلبان، بالافروان، بازرگان، دارتاش. بعد مثال زدیم، از منشی ما، دو منشی، از منشی بوم، دو منشی بوی او منشی بو، ام منشی بون، هون منشی بون او منشی بون. میتونی همه اینا رو توی جمله قرار بدی. آشپز، بازیگر یا شانوان، موزیکوان، داور، کارگر یا کارگر، مالا، ماموستا، جودکار، کشاورز یا کشاورز، ماموستا، معلم. دوباره از داور بوم، تو داور بوی او داور بو، ام داور بون، هون داور بون او داور بون. هوالناو نوع دوم، کرتکن، دریج بلند. مثال زدیم دوباره، به عاقل، گیج، ژیر، زیرک، هیدی، آرام، زو، لزگین، تنبل، ترال، تیکوشر، خباتکار، نازک، ستور، ترسیایی، ترسا که گفتیم این در زبان کردی این خودش یه مصدر، یعنی یه فعله. از ترسام، از ترسیابوم، تو ترسیابو یا ترسیابو، از دترسم تو دترسی. پس این حساب نمیشه اون موقع، اینو گفتیم. خب حرس، قهری، حرس، قهری. اومدیم در دمابه، در زمان آینده هم گفتیم میشه دبم، دبی، دبا، دبن، 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 ولی نوع اولش یعنی شکلش اینجوریه. مثلا میگه از مازن دبم، تو مازن دبی او مازن دبا، ام مازن دبن، هون مازن دبن او مازن دبن. این چیه؟ صفته، میشه دبم، دبی، دبا. نوع دومی میشه از ببم، از مازن ببم، توی مازن ببی، او مازن ببا، ام مازن ببن، هون مازن ببن، او مازن ببن. این نوع دومش بود. واسه زمان چه زمانی؟ واسه زمان آینده، چون به دو شکل می اومد. خب ولی اگه مسندمون اسم باشه، یعنی اصلا صفت نباشه، حالا هر چی باشه،
نگیم اسم، فقط صفت نباشه. اول دبم میاد، بعد اون غیر صفته میاد. حالا اسم باشه، مصدر باشه، ضمیر باشه، شمارش باشه، سال باشه، هر چیزی باشه اینجا میاد. از دبمه ماموسته، مثلا ماموسته اسم دیگه، اسم میاد اونجا. ولی مثلا اگه این از دبمه 27 سالی، مثلا 27 سالی میاد، شماره بیاد. گفتم فقط این نباید چی باشه؟ صفت باشه، وگرنه هر چیزی باشه اول میشه نهاد، بعد فعلمون میاد، فعل اسنادی زمان آینده، زمان آینده میاد، بعد اون غیر صفته میاد، حالا اسم هر چیزی باشه. دو دبیه ماموسته او دبه ماموسته، ام دبنه ماموسته، هون دبنه ماموسته او دبنه ماموسته، که گفتیم این ام میتونه نباشه. از دبن ماموسته، دو دبی ماموسته او دبه ماموسته، ام دبن، هون دبن او دبن. پس این هم میتونه باشه، هم میتونه نباشه. حالا منشی، سکرتر، اینا رو همش رو من میتونید به جاش قرار بدین، چون همشون غیر صفتن، اسم بودن. از ببم ماموسته، دوی ببی ماموسته، اوی ببم ماموسته، امه ببنه ماموسته، هونه ببنه ماموسته، اوی ببنه ماموسته. این گفتیم این ای بعضی موقع تبدیل به د میشه، یعنی میتونی به د هم بگی از د ببم، یا از د ببم ماموسته، دو د ببیه ماموسته، چون این یه به خاطر این او که صدا داره، اینم صدا داره، این یه میاد بهتر تلفظ بشه. دوی یعنی میتونیم بگیم دو ده ببیه ماموسته، او ده ببه ماموسته، ام ده ببنه ماموسته، هون ده ببنه ماموسته، او ده ببنه ماموسته. این بر اساس لهجه ها یکم فرق میکنه. میتونین اسامی هم اونجا قرار بدین. اینا هم کلماتی بود که در مورد مشاغل یاد گرفتیم. اینا هم کلا صفتایی بود که تو دو بخش یاد گرفتیم، گفتیم با اینا جمله سازی کنید. بعد نینی لیکرا بود، اومدیم به منفی کردن از نه. این در زمانه که زمان گذشته، بوری. پس بوم بوی این همین میاد یا نمیاد. از نه ماموسته بوم، یا از نه مازن بوم، دو نه مازن بوی، او نه مازن بو، ام نه مازن بون، هون نه مازن بون، او نه مازن بون. یا مثلا میتونیم به این شکل بگیم نه از اونجا برداشته میشه، میره میچسبه به فعل که تو آخره. از مازن نبوم، یا از ماموسته نبوم، دو مازن نبوی، او مازن نبو، ام مازن نبون، هون مازن نبون، او مازن نبون. واسه زمان آینده هم واسه زمان حال ببخشید، واسه زمان حال هم دوباره به دو شکل میاد. شکل اولش اینجوری که نه بعد نهاد میاد، از نه ماموسته بوم، یا از نه مازنم، دو نه مازنی، او نه مازنه، ام نه مازنن، هون نه مازنن، او نه مازنن، یا از نه ماموستمه، دو نه ماموسته، او نه ماموسته، ام نه ماموستنه، هون نه ماموستنه، او نه ماموستنه. نوع دومش نن میاد، نن. از مازن ننم یا از ماموسته ننم. این دیگه فرقی نمیکنه آخرش، مثلا بر اساس اینکه صدا دار باشه یا بی صدا باشه، چون نن اومده مهم نیست. از مازن ننم، از ماموسته ننم، تو مازن ننی، تو ماموسته ننی، او مازن ننه، او ماموسته ننه، ام مازن ننن، ام ماموسته ننن، هون مازن ننن، او ماموسته ننن، او مازن ننن، او ماموسته ننن. واسه زمان آینده نا میگیره، اون دبم شده نا، یعنی د تبدیل به نا میشه دیگه. از مازن نابم، دو مازن نابی، او مازن نابه، ام مازن نابن، هون مازن نابن، او مازن نابن. اینا چیان؟ صفته. بخاطر چون در زمان آینده که صفت باشه مستقیم میاد وسط، یعنی میاد بین نهاد و فعل. خب از مازن نبم، دوی مازن نبی، او مازن نبه، ام مازن نبن، هون مازن نبن، او مازن نبن. اینم به همین شکل گفتیم دیگه. از میاد، این اون موقع میگفتیم از مازن ببم، ب تبدیل به نمیشه. از مازن نبم، دوی مازن نبی، به همین شکل ادامه میدیم. ولی اگه مستندمون چیه؟ صفت نباشه، حالا مثلا اسم باشه، از نابم ماموسته، مثلا اینجا اگه صفت بود از نابم مازن نمیشه، بعد میگفتیم از مازن نابم، یعنی میومد وسط. ولی موقعی که غیر صفت باشه میره آخر و اول نهاد، بعد فعلمون میاد، بعد اون کلمه‌ای که غیر صفته، حالا بگیم اسم، شماره، هر چیزیه، مصدر اون میاد. از ناب ماموسته، دو نابی ماموسته، او ناب ماموسته، ام ناب ماموسته، هون ناب ماموسته، او ناب ماموسته. نوع دومش از نب ماموسته، دوی نبی ماموسته، او نب ماموسته، ام نب ماموسته، هون نب ماموسته، او نب ماموسته.
خب واسه جینافکا گفتیم که اگه آخرش صدادار باشه این اگه در حالت سوالی اگه آخرش صدادار باشه میشه یی یا نه نه نه. حالا اگه زمان گذشته باشه بوم بویی بو بون بون بون. یه علامت سوال میذاریم. از مامستمع لحنمون سوالی میکنیم. از مامستمع دو مامستهی او مامستهی ام مامستنه هون مامستنه او مامستنه. یا مثلا گذشته از مامسته بوم دو مامسته بویی او مامسته بو ام مامسته بون هون مامسته بون او مامسته بون. لحنمون سوالی میکنیم میشه سوالی. یا میتونیم گلو ما یا آیا بذاریم. گلو از مامستمع دیگه موقع گلو بذاریم میدونیم سوالی. آیا من معلم هستم؟ یعنی دیگه قشنگ اون لحن مشخص میشه. گلو از مامستمع یا گلو از مامسته بوم یا ما از مامستمع ما از مامسته بوم آیا از مامستمع آیا از مامسته بوم. به همین شکل میتونین همه رو صرف کنین. خب اگه بی صدا باشه دوباره ام ای ا ان میگیره. یعنی اون موقع نمیشه ما از مامستمع میگیم از اندازیارم دو اندازیاری او اندازیارم اندازیارن هون اندازیارن. یا گلو میذاریم. گلو از اندازیارم گلو از اندازیار بوم. یا مثلا از اندازیار بوم لحنمون سوالیم که اینا لازم نیست. لیکه را بوین دمابه. خب ده دمابه هم دوباره علامت سوال میذاریم اونو صرف میکنیم. مثلا از مازن دبم دو مازن دبی او مازن دبه. یا مثلا میایم چیم دوباره گلو ما یا آیا میذاریم. گلو از مازن دبم آیا من بزرگ میشوم. گلو دو مازن دبی گلو او مازن دبه گلو ام مازن دبن گلو اون مازن دبن گلو او مازن دبن. به همین راحتی میتونیم سوالی کنیم. سوالی خیلی راحته. یعنی همون یه علامت سوال میذاریم به همین راحت. از مازن ببم دوی مازن ببی او مازن ببه ام مازن ببن هون مازن ببن. یا مثلا گلو ما آیا. ما بیشتر به کار برده میشه. حالا گلو هم هست ولی ما بیشتر به کار برده میشه. ما توی مازن ببی ما او مازن ببه ما ام مازن ببن ما هون مازن ببن. به این شکل هم میتونیم سوالی کنیم. از دبمه مامسته اگه چی باشه غیر صفت باشه. از دبمه مامسته تو دبی مامسته او دبه مامسته ام دبنه مامسته هون دبنه مامسته او دبنه مامسته علامت سوال. یا مثلا گلو ما آیا. ما از دبمه مامسته یا گلو از دبمه مامسته. به این شکل هم میتونیم سوالی کنیم. حالا به شکل دومش از ببمه مامسته دوی ببی مامسته او ببه مامسته ام ببنه مامسته هون ببنه مامسته اوه ببنه مامسته. گلو ما آیا میذاریم. گلو از ببنه مامسته گلو توی ببی مامسته گلو اوه ببه مامسته. خب بعد رسیدیم به راوک. حالا اومدیم ترکیبات رو انجام بدیم. ببینیم ترکیبات به چه شکله. خب گفتیم ترکیبات در زبان فارسی یا وصفیه یا اضافیه. مثلا میگیم سیب قرمز قرمز چون صفته به این میگیم ترکیب وصفی. خانه زیبای من یا مثلا با این ما ترکیب رو درست میکنیم. مدرسه ما مدرسه ما ترکیب اضافی چون هر دوتا حالا یکی اسم یکی ضمیره. اگه این صفت نباشه هر چیز دیگه ای باشه بهش میگیم ترکیب اضافی. دست احمد نگاه کن این یه ترکیبه با هم تقریبا ترکیب نمیشن. یک کلمه جدید با هم ترکیب میشن یعنی با هم دیگه به کار برده میشن. هر دوتا یه نقش میگیرن دیگه. گلی زیبا گلهای خوشبو فرقی نمیکنه نکره باشه حالا هر چیز باشه جمع باشه هیچ فرقی نمیکنه. گلهای خوشبو. دیوار خانه ها نگاه کن اینجا مضاف الیه ها گرفته. دیوار خانه ای. به همین راحتی این به این میگن یه ترکیب که قشنگ اون موقع توضیح دادم. حالا گفتیم راوکا حوالناوی. در کرمانجی هم راوکا حوالناوی یعنی ترکیب وصفی. خب دایکا دلسوز گفتیم اگه اسممون مؤنث باشه آ میگیره اگه مذکر باشه ا میگیره. دایکا دلسوز دلسوز هم صفته. پس ا واسه مذکر آ واسه مؤنث و واسه جمع هم که هر دوتا ان میگیره. پس میشه دایکا دلسوز باب دلسوز بابن دلسوز دایکن دلسوز. حتما اگه مؤنث باشه ترکیب اضافه کنیم یه صفت بدیم کنارش باید از آ استفاده کنیم که در فارسی تبدیل به ا میشد. کسره ا بود دیگه. مثلا سیب ا قرمز اون میشه کسره اضافه.
در کرمانجی هم آ واسه اگه اسممون مؤنث باشه، اگه اسممون مذکر باشه میشه ا، اگه مؤنث باشه میشه آ، اگه جمع باشه میشه ان. دایکا دلسوز یعنی مادر مهربان، باب دلسوز یعنی پدر مهربان. ا آ. مثالای بیشتر. گلاسور. پس ما میفهمیم گل چیه؟ مؤنثه. گلاسور، باب رنجبر، دایکا دلوان، مامسته ژیاتی. بعضی اسامی هستن هم مذکر هم مؤنث. مثلا معلم هم میتونه خانم باشه هم میتونه آقا باشه. پس موقعی که منظورمون یه معلم آقاست یعنی مذکر ا بهش میدیم و چون اینجا صدا داره این یه اومده وسطش، این هیچی نیست، میشه مامسته ژیاتی یعنی معلم زیرک، معلم کوشا، فعال. مامسته ژیاتی، مامسته یه. ولی اگه مامستمون مؤنث بود میگفتیم مامسته یا ژیاتی. دل شاوتی، پرتوکن ستور. این دیگه جمعه. پس دل تو کرمانجی میبینیم چیه؟ مذکره. پرتوکا سور. این چرا مذکره چرا مؤنثه؟ دل چرا ربطی به مذکر مؤنث بودن دارم؟ شاید مثلا بعضی بگن دل خب باید مؤنث باشه مثلا بر اساس اون خصوصیاتی که مثلا دل میتونه داشته باشه از لحاظ ظرافت و اینا، بگم مثلا این باید مؤنث. نه، اینا حالا یه قوانینی داره، نه قوانین کلی. یه کتابی هم اتفاقا در موردش نوشته شده، گفتم اینو یه درس جدا تو دوره بعدی میگم چون فعلا لازم نیست. کسی که مثلا بتونه کم کم کلمات جدید و مذکر مؤنث اینا رو یاد میگیره، ولی یه درس مخصوص من واسه این حتما انشالله درست میکنم. پرتوکن ستور، پرتوکا سور، دست رش، دیوار مازن، دیوار بلند، پرتوکن ستور، پرتوکن ارزان. اینم از ترکیب وصفی. خب گفتیم با اینا شما میتونید الان ترکیب درست کنید. اینم صفتاش بود، اونا اسم بوده، اینا صفتا بودن. اومدیم به راوکا نافدری یعنی به ترکیب اضافی. دایکا دیلانه. اینجا چون هر دوتا اسمن یا میتونه یکی اسم یکی ضمیر باشه، حتما هر دوتا باید مذکر مؤنثش مشخص بشه. پس اگه اولی آ گرفت میدونیم چیه؟ مؤنثه. ولی دومی اگر ا گرفت ا نشانه مؤنثه. یعنی برعکس اینجا نگاه کنید، اینجا اگه ا گرفت نشانه مذکره، ولی اگه مضافون الی ا گرفت میشه مؤنث. اینجا نشانه مذکره ا، اینجا ا نشانه مؤنثه. اینجا مذکر میشه اینجا مؤنث میشه. حالا مثال میزنم، نگاه کنید. دایکا دیلانه. دایک آ گرفته پس میدونیم 100% مؤنثه دیگه. دایکا دیلان، دیلان اسم یه شخصی ولی ا گرفته، پس اگه ا گرفته باشه چی؟ اونم مؤنثه چون واسه مذکر ای میگیره. اینو خیلی قاطی میکنن. دایکا دیلانه، باب آزادی. الان باب اینجا ا گرفته پس این چیه؟ مذکره. ولی اینجا ا گرفته چیه؟ مؤنثه. چرا؟ چون تو مضافون الی اگه ا بگیره نشانه مؤنثه، ولی تو مضاف اگه ا بگیره نشانه مذکره. دایکا دیلانه، باب آزادی، باب زاروکان، دایکن زاروکان. اینجا هم که اگه مضافون الی مون جمع باشه آن میگیره. پس ا آ ان. ا اینجا نشانه مذکره، ا اینجا نشانه مؤنثه. مثال میزنیم. راهنان مامسته. الان راهنان یعنی تمرینات. تمرینات چون جمع ان میگیره، تمرین های معلم، ولی معلم ا گرفته پس چون تو مضافون الی ا گرفته پس اینجا مامسته چیه؟ مؤنثه. یعنی معلممون مؤنثه. راهنان مامسته. باب ژنه یعنی پدر خانوم. نگاه کنید زن هممون میدونیم مؤنثه دیگه، ا گرفته. ولی مرد ای گرفته. دایکا میری یعنی مادر مرد. مامسته نسرینه. مامسته اینجا ا گرفته، اینجا هم ا گرفته. اینجا نشانه مؤنث بود، اینجا نشانه چیه؟ آفرین، نشانه مذکره. مامسته نسرینه، هر دوتا ا گرفتن ولی اینجا نشانه مذکر اینجا نشانه مؤنثه چون نسرین اسم مؤنث هست. پرتوکن کتابخانه‌یان. اینجا هر دوتا جمعه، این ان گرفته توی مضاف ان میگه، توی مضاف الیه آن میگیره. پرتوکن خواندنه. خواندن چیه؟ مصدر. گفتیم همه مصدرها مؤنث هستن. دیوار مزگفتان. دیوار مزگفتان یعنی دیوار مسجد ها.
آن گرفته. پرتوکن زیلانه، زیلان دوباره ای گرفته، پس نشانه چیه؟ مؤنثه. پرتوکن زیلانه. دست آزادی، آزاد ای گرفته، پس نشانه چیه؟ مذکره. آزاد اسم مذکر هست. دیوار مزگفته، گفتیم همه مکان ها هم تو کرمانجی چیه؟ مؤنثن. یعنی مثلا مزگفت سر، مزگفت معزن، مزگفت مسجد، مدرسه اینا. دیوار مزگفت اینجا دیگه مذکر مؤنث تو جمع مهم نیست. پرتوکا من، پرتوکن و، پرتوکا وی. کتابم مؤنث میشه، اینجا وی و. اینا چیه؟ من و وی اینا ضمیر هستن. ولی چه نوع ضمیر؟ نمیتونیم بگیم پرتوکا است. اینا هم ضمیرهای صرفی هستن، چون تو ضمیرهای صرفی هم مذکر مؤنث همونطور که میبینید هست. جنافکن کسانی ین تواندی یا ضمیرهای صرفی من تا و واسه مؤنث، وی واسه مذکر، ما و وان. من تا و وی ما و وان. این میشه جنافکن کسانی ین تواندی ضمیرهای صرفی، ضمیرهای صرفی. پس اینا همیشه میتونن چیه؟ جاهای قرار میگیرن. من تا و وی ما و وان جاهای قرار میگیرن که حتما اونجا مذکر مؤنثش مشخص شده باشه. نگاه کنید، جینافک یعنی جی ناوه دگره، یعنی جای اسم رو میگیره جینافک. پس اینا جای اون اسامی رو میگیرن که مذکر مؤنثش مشخص شده. اینو خوب توجه کنید، اگه نگفتم الان گفتم، خوب توجه کنید ببین. پس جینافکن کسانی یه توانی جای اون اسامی میان که اون اسامی مذکر مؤنثش مشخص شده باشه. الان مثلا میگفتیم از اندازیارم، یا مثلا میگفتیم فرهاد اندازیاره، یا فرهاد مامسته. خب فرهاد مامسته، فرهاد اونجا مذکر مؤنث مشخص شده. آیا ای گرفته، آیا ای گرفته که من بدونم فرهاد مذکر یا مؤنث؟ نه نگرفته. پس این نمیتونیم من به جای اون بیاریم، مثلا بگیم مثلا وی یا و به جاش بذاریم، مثلا بگیم وی اندازیاره. نه، اونجا اشتباه میشه، چون اونجا او داشتیم، او اندازیاره، چون فرهاد مذکر مؤنث مشخص نشده. یا مثلا میگفتیم مامسته باشه، مامسته نه مذکرش مشخص شده نه مؤنث، پس نمیتونیم به جای مامسته وی و بذاریم، باید او بذاریم، چون مامسته مذکر مؤنث مشخص نشده. پس از دو او، ام هون او، یعنی جناف که کسانی خورو یا همون ضمیرهای صرفی ساده رو به جاش قرار میدادیم. من تا و وی ما و وان. پرتوکا من، پرتوکا تا، پرتوکا وی، پرتوکا و، پرتوکا ما، پرتوکا و، پرتوکا وان. نگاه کنید، من تا و وی ما و، چون اینجا اگه یه اسمی می اومد حتما مذکر مؤنث مشخص میشد. پس به خاطر همین من تا وی نمیتونیم بگیم پرتوکا از، پرتوکا تو، این اشتباهه، یا پرتوکا او، این هم اشتباهه. باید بگیم پرتوکا وی یا و، چون اینجا حتما مضاف الیه ضمیر مشخص میشه مذکر مؤنثش. پرتوکن مثلا من، دست من، دست تا، دست وی، دست و، دست ما، دست و، دست وان، دستن مثلا حالا هر کدوم خواستین، دست های مثلا تو، دستن تا، دستن وی. خب نگاه کنید، دست اینجا مذکر مؤنث مشخص شده و مضاف الیه هم حتما اگه اسم بیاد باید چون اینا ضمیره پس حتما جای اسم اومده، پس اون اسمی که اینا جاش میان مذکر و مؤنثش باید مشخص بشه. مثلا میگیم دست نسرینه، حالا میخوایم نسرین رو برداریم باید سوم شخص بزنیم چون نسرین غایبه دیگه. دست وی یا دست و باید بزنیم و چون مؤنثه و میذاریم دست و. ولی مثلا دست فرهادی باید بگیم دست وی. جدایک بونا من، این دیگه یه مصدره و مصدر گفتم همشون مؤنثن پس آ میگیره. جدایک بونا تا، جدایک بونا وی و، جدایک بونا ما و وان. ناوه من، ناوه تا، ناوه وی و، ناوه ما، ناوه و، ناوه وان. ناون مثلا من، ناون تا، ناون وی، ناون ما، اینم جمعشه. اومدیم کلماتی رو در مورد مالبات یعنی خانواده یاد گرفتیم. میر باب، جندایک، گر برا، گچ خشک، زاروک، مام آب یا خال، مت خالتی،
با پیر، داپیر. بعد اینجا کلا اون اسامی که گفته بودیم و آوردیم. بعد اون اسامی مشاغل بود، بعد اون صفت ها بودن. اینا رو گفتیم با اینا دوباره میتونین جمله بسازین. به جمار رسیدیم یا جماره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یا 12 یا 12 13 14 15 16. این 6 رو نذاشتم. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 یا 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 یا 1000. او این هم اند انگلیسی یا واو فارسی یا او هست دیگه. 20 و 1 مثلا 21 22 23 24 25 تو فارسی میگفتیم. این همون او هست. روزن هفته تاریخ ساعت میگفتیم. ایرو چند شمیه، در جوابش میگفتیم مثلا ایرو 5 شمیه، یا میگفتیم ایرو چه روزه، میگفتیم ایرو شمیه. ایرو مثلا ایرو شمیه، اینو اشتباه نوشتم. ایرو شمیه. ایرو چیه؟ تاریخ چنده؟ ایرو 5. ساعت چنده؟ میگفتیم ساعت 7 و 20 دقیقه یا 7 و 20 خلکه. تمن سن و سال از دو او امهون چند سالی یا سالی رو می آوردیم. از چند سالی ما، چون این ای هست میشه ما. از چند سالم، تو چند سالی او چند ساله. تو جواب می گفتیم از مثلا تو او اینا رو می آوردیم. از مثلا 20 سالم، تو 20 سالی او 20 ساله. هون چند سالن، ام 20 سالن او چند ساله او 30 ساله. فرهاد چند ساله؟ فرهاد 29 ساله. تو چند سالی؟ از 35 سالم. یا شونوار واسه جا و مکان گفتیم از ج و ل استفاده. ج یعنی اهل کجا، ل یعنی در کجا. از ج کو مثلا، یا تو ج کو یا خلک کی داره ای، تو ج کوی، تو ج کو داره ای، تو خلک کی داره ای. گفتیم کویا هم میگن کویا یعنی همون کی داره. کویا، تو کویای یعنی تو کجا هستی، کجا هم میزه. از دو او ام هون او. از ج مثلا آمده ما، تو ج آمدی او ج آمده، ام ج آمده نه، هون ج آمده نه، او ج آمده نه. تو ج کوی از ج کرمانشاه ما، یعنی من اهل کرمانشاه. او ج کوی او ج خراسانه. از دو او ام هون او لکو یا لکو داره نه. مثلا دارم از لکو ما، تو لکوی او لکو ام لکو نه، یعنی من کجا هستم، تو کجا هستی، او کجا هست. از ل بعد گفتیم چون اسامی شهرها و مکانها همشون مؤنثن ا میگیره. از ل مهاباد ما، از ل کرمانشاه ما، از ل ایلام ما. بعد به فعل خیلی مهم و کاربردی هبون رسیدیم. گفتیم اونم تو زمان گذشته میشه هبو، هبون. هبو اگه چی باشه؟ مفرد باشه. هبون اگه اون مفعولمون جمع باشه. بعد تو زمان حالش دنیا، دننا، ببخشید هیا و هنا، اینا چی بهش میگن؟ منفیشه، نرینیشه منفیش میشه. اینا هم مثبتشه. هیا و هنا تو اگه مفعولمون جمع باشه میشه هنا، اگه مفعولمون فرد باشه میشه هیا. و اینجا هم اگه مفعولمون مفرد باشه هبا، اگه مفعولمون جمع باشه یعنی من خیلی چیزا داشته باشم تبدیل به هبن میشه. درسته؟ پس مثال میزنیم واسه کدومشون. من تشتک هبو یعنی من چیزی داشتم. مثلا میگیم من پینوسک هبو. من چند پینوز یا من 3 پینوز یا 4 پینوز یا 2 خشک، 2 برا، هر چیزی که میخوایم. من 2 برا هبون. هبون میگیم، من 2 برا هبو. هرچند اینم تو اصطلاح میگم بعضیا من 2 برا هبو، ولی درستش اونه. اگه منفی باشه تو نبون. من تشتک تو نبو، من چند توش تو نبون. من تشتک هیا، من پینوسک هیا. من 2 پینوس هنا، من چند تشت هنا. من پینوسک دنیا یا من تشتک دنیا، من چند تشت دنیا دننا. من تشتک هبا، من ده تشتک هبا، من ده چند تشت هبن. من ده تشتک دنبا، من ده چند تشت دنبن. خیلی کاربردیه فعل هبون.
یاد داشتن مثلا توی فارسی هم اگه دقت کنید روزانه خیلی بکار، من دارم، تو داری، او دارد، به همین خاطر خیلی مهمه. جمله سازی گفتیم بر اساس تمام چیزایی که یاد گرفتیم میایم جمله میسازیم. نام خانوادگی، سن، تولد، روز، ماه، سال، تعداد اعضای خانواده، چند برادر، چند خواهر، اینا رو همه الان باید تمام چیزایی که اینجا نوشتم شما باید بتونید بگید. یه متنی هم براش نوشتیم که اون متن اون موقع خوندیم و شما هم انجام دادین. بعد به جناف که شانیدن رسیدیم. او کی کیجان چه. گفتیم او واسه نزدیک، کلا و نشانه نزدیک، او واسه دوره. او. حالا جمعش هم گفتیم، جمعش برمیگرده به فعل اسناد، یعنی تو آخر اگه فعلمون جمع بود یعنی این دوتا جمع نشون میدن، اگه فعلمون مفرد بود یعنی این دوتا مفرد رو نشون میدن. حالا این نزدیک، این دور، نزدیک، دور. او شعره چون نزدیک او میگیره و چون مفرد بعد گفتیم او چندیه، این قیمت واسه قیمت، او چندیه، او 20,000، 20,000. یا مثلا او هرچه چون دوره، او چندیه، او 20,000، 20,000. یا مثلا تو جوابش او شیرن، او چندننه، یا او چندن یعنی تعدادشون رو میگه. او 20، او 15، او 15 او چندینه، یا او چندن واسه قیمت، مثلا میگه او 20,000، او 20,000 یا 20,000. خب او هرچن، او چندننه، یا او چندن، او 20، او 15 به این شکل میتونیم بگیم. او چندینه یعنی قیمتشون چنده، او چندینه نگاه کنید دور و چون نگرفته یعنی جمعه دیگه. او 20,000، 20,000. اینجا هم دوباره مثال های بیشتری رو آوردیم، بحث کیم کردیم. او کیه، کیجان یعنی کدام، اونم گفتیم. او پسیکه، او چیه، اگه شی و اشیا واسه از چه استفاده میکنیم. او چیه نزدیکه پس میگیم او، و چون یه گرفته پس مفرده، اون یه چیزه. ولی مثلا او کیه چون دوباره انسانه از کی استفاده میکنیم و چون این مفرده پس او نزدیک مفرده. بر همین اساس میتونیم واسه او هم دیگه او کیه چون این یه پس او یعنی اون واسه مفرده، دور مفرد، و کی یعنی واسه انسانه پس برای به این میگه او کیه، از دور داریم به این اشاره میگیم او کیه، میگیم او آزاده. او چویکه یا میگیم او چیه، از دور داریم به این اشاره میکنیم غیر انسانه پس چه به کار میبریم. او چیه، او چویکه. کی جان چویکه، میگیم او چویکه. واسه اوم اگه جمع باش ان گرفته پس این نشانه جمعه. او پسیکن، او یعنی اینها. چرا این اینها شد؟ این که مفرده چون اینجا ان گرفته، این برمیگرده به فعلمون. او پسیکن، او کینه، او پیرژنن، او چنه، چه اومده پس داره به غیر انسان میگه. او چنه میگیم او پسیکن. واسه او دوباره اگه جمع باشه ان میگیره. او چویکن، او کینه، او کینه یعنی اینا کی هستند، میگیم او زاروکن. او چنه داره به اونا میگه جمع دور، میگیم او چویکن. اینجا کلماتی در مورد حیوانات بود، همه اینا رو قشنگ تلفظ کردیم، معنیاشون رو گفتیم و رسیدیم به آخرین بخشمون که قید بود. گفتیم قید توضیحات بیشتری در مورد جمله میده و دو نوع قید، یکی قید تکرار و یکی قید زمان، و باش آشنا شدیم که گفتیم قید تکرار دوباره از مثلا 0 تا 100 هستند، یعنی اینجا تأکیدشون تکرارشون همیشه‌ای است 100%، تا میاد پایین تکرارشون کمتر میشه. هر دم، هر تم، همیشه. گفتیم اینا هم همیشه، نگاه کنید همیشه، اینجا هم همیشه، هر تم، همیشه، هر تم، هر دم، اینا بعد نهاد میان. و گفتیم از هر تم کیف یعنی همیشه دیگه 100%. دو به پرانی کیف یعنی 70-80%. از گلک جارا یعنی تقریبا 60-70%. امجار نه یعنی 50%، 50-50. امجار نه کبویی یا کربویی دبن. این یکی از دوستان گفت تو منطقه ما مثلا
ریش رو تلفظ میکنیم، کربویی دبن. ام جارنا کربویی دبن. هون کم جارا باش بون. هون کم جارا باش بون. این تقریبا 10-20% یعنی بعضی اوقات. او تو جارا رن نبونین یعنی هیچ صفر. او تو جارا یعنی هیچ موقع، هرگز. اومدیم گفتیم واسه زمانم، قیده زمان بره، بری، پیشیه، پیشه، پیشتر، اینا واسه زمان یعنی میسیم قبلا، اینا واسه حال، نها، نهو، نوکه یعنی الان، همکنون، فدمه، ویچاخی. پاشه، پاشتر یعنی بعد، اینا واسه زمان آینده. پر یعنی پری روز، دهونه یعنی دیروز، ایرو، اورو یعنی امروز، صبح یعنی فردا. پیرار یعنی پیرار سال، پار یعنی پارسال یا سالا بره یعنی سال گذشته، ای سال یعنی امسال، سالا به یعنی سال آینده یا سالا دن یعنی سال دیگه. اینا هم گفتیم همیشه بعد چی میان؟ بعد نهاد میان. و بر اساس اون نگاه کنین، اگه بره یعنی اگه این قرمزا بود گذشته بود دیگه فعلمون باید گذشته باشه دیگه. این قیده با افعال گذشته به کار برده میشه. اینا هم با افعال حال و اینا هم با افعال آینده به کار برده میشه. گفتیم و افعال حال و آینده بعضی موقع میتونن به جای هم دیگه هم بیان. مثلا از نها کیف خوش ببم. مثلا نها درسته واسه حال ولی با آینده اومد. یا مثلا از مثلا ای رو کیف خوش ببم، یا مثلا اینجا بگیم از سالادن کیف خوشم. از سالادن کیف خوشم، یعنی من سال بعد خوشحال هستم. تو فارسی هم همین اتفاق میفته، یعنی میتونن این دوتا حال و آینده به جای هم دیگه بیان. اینجا هم دوباره یه متن آوردیم و گفتیم بر اساس این متن قیدهای زمان و تکرار رو تو جاهای خالی بذاریم و بر اساس اون فعل مناسب قرار بدین. این کلن تمام درسی بود که تو دوره اول آموزش در مورد افعال اسنادی یاد گرفتیم و یه مرور کلی روشون انجام دادیم. امیدوارم که خسته نشده باشین و خودتونم دوباره مرور کنید و اگه جای سوالی داشتین بپرسین، در خدمتم. خدا نگهدار.